سلام بروکس عزیز، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امین لاوا هستم و چنل خودتون خیلی خوش اومدید. امشب هم باز اومدیم کلاسیک بزنیم با این دک و اینکه آره دیگه. خب بریم که داشته باشیم. بروکس لایک و کامنت سابقتون نره. عشقید شما، دمتون هم گرم. اوکی ببینیم چی میشه. لایک و کامنت سام بزنید یادتون نره. دمتون هم گرم، همگی عشقید. خب من ازم ببینیم چی میشه. یه دونه گوست میدیم. خب این که داشته باشیم بروکس. خب بروکس عزیز داشته باشیم. خب اینجا به یه دونه فیشرمن نتشه گرفتم که اینجا یه دونه این اسپیریتو. اوکی چی میشه حالا؟ اوکی یه دونه اسکلتو میریم یکم اوکی کردن تو. اوکی یه دونه آرجی یکم اوکی شد بالاخره وایفون شد. اوکی یه آرجی زنده بود حداقل یه شات هم که شده بزنه یکی دیگه. خب الان گفته این تگرشو. اوکی خوبه خوب دمیج شد بنازم. یه دونه اسکلت میریم ببینیم چی میشه. بروکس این صدا بازی کمتر کنم چون که بعد ویدیو آپلود میخوام کنم صداش خیلی بالا چون که بعد صدای خودم نمیرسه. اوکی بروکس عزیز یه دونه لاگ یه دونه ماجور بروکس عزیز بدیم. خب بریم که داشته باشیم یه دونه گوست. بزن لامسا. بنازم اون آرجی رو بگیره داشت یالی. بزن بنازم اون آرجی 2 تا زد. این خار تاورش گایی داشت. خب ببینیم چی میشه. او دمیزم تاور این قضیهش اصلا خوب نیست. داستان میشه مکالا او داستان میشه مکالا. او کسکش دمیج هم داره میده. خارشو گاییده چه دمیج هم میده این کسکش بازیش دیگه. ای خارشو گاییده. خب نمیشکرش کرد ولی الان من خارشو میگم نگاه کنید خیلی راحت. او خارشو گاییده این راکت زد. لکسی کم میره بروکس. مثل اسکلت بروکس اکسیر کم میاره. یکی دیگه به نظرم جی قد کافی دفاع کنیم بروکس. خب اینجا این فیشرمن یه دونه ناجی بروکس سشل شما هم دیگه. این ناجی خارشو میگه نکن خیلی قشنگه. این قشنگ 1 2 منازم جی دست خوش. دمتون گرم. لایک و کامنت سابقتون نره. خیلی عشقید تک تکتون. خب این که داشته باشیم. خب اوکی یه دونه اسکلت و یه دونه اسپریت کارتمون سایکل بشه. خب اوکی حالا اون فورنس رو با فورنس میگیریم. اینجا مجبور شدیم یه لاگم بیان اون اسپریتش هم نپره. دست خوش و من بزنیم که گوست برام اشتباهی اومدم. بروکس فیشرمن هم رفتم حالا دیگه عیب نداره. بروکس عزیز عیبی نداره. جمعش میکنم. اوکی اینا 3 اسکلت میریم بروکس. یه دونه فورنس دوم سایکل میشه. بزن فورنس نمیره بنازم نمورد. یه دونه لایت خیلی ریسکی. حالا بخوام میام روش لایتنینگ. خب لایتنینگ رو نمیام چون که خیلی کار ریسکی. حالا اوکی لاگم نمیام روش با یه دونه فیشرمن که با روگش رو بگیرم. بروکس اشتباه کردم. این زورمینو بگیره بروکس گشاد میزنه این هوگه.
امیدوارم که این مچاپ تا وین 12 بریم. این بتل یعنی این کلاسیک بریم، کلاسیکو تا وین 12 ببریمش. برو بکس. این سابایی که میکنید خیلی به من انرژی میدید، حتما سابو بکوبید. بکس اصلا ساب کردن کاری نداره، اصلا خیلی راحته. خب دکمه مشترک شدن رو میزنید، فقط همین که بزنید ساب میکنید و به منم انرژی میدید. دم تک تکتونم گرم، خیلی با من انرژی میدید وقتی ساب میکنید. اوکی اصلا برای بکس اون چنلمونم، چنل یوتیوبمونم با مشکل برخورد. حالا یه چنل یوتیوب دیگه میزنم، حالا دمتون گرم، ساب کنید اونو ببریمش دیگه بالا. اوکی این دیگه برای بکس میرمش بالا چون که اون به مشکل خورد. حالا این مشکل پیدا که خودم نمیدونم واقعا مشکلش چیه، به مشکل برخورد دیگه. حالا اوکی بنظرم آرچی این آرچی کنم یه لایزی هم میخوام سیش کنم حال کنم بنظرم. برای بکس عزیز کنم سیش نره یک دیگه بزن خارشو بگا. خب دیگه خارش گایده است، بزن دیگه. جی این که داشته باشیم برای بطل بعدی. عشقی دمتون. اوکی بریم که داشته باشیم برای بکس. خب کارتون سایکل رو این کار انجام میدم. اوکیه امیدوارم تو این ویدیو بهمون این میخواست کینگ تاورش اکتیو کنید، میخواست کرم کون داره. خب دیگه هم که من گذاشتم کینگ تاورش اکتیو کنم برای بکس عزیز. اوکی یه دونه نایت میرم هم یه دونه فورنیس برای بکس. اینجا یه دونه بوستم میریم برای دفاع، یه دونه اسکلت هم میریم برای بکس. اوکیه خب اینجا راکتشو میزنه، ما که از موقع استفاده میکنه. اکسیر که نداره برای بکس. اینجا ما با آر جی انتقامونو میگیریم. انتقام جاله یا این قشنگ خارش گاییده میشه دیگه. کن برای بکس خارش گاییده شد. بفرما یک دیگه دادا خارش گاییده میشه. خب این چی میشه؟ این فورنیس میره این بوست اسکلت اون به نظر خوب زد آخر مثلا گفتم نو دمیج دفاع شد ولی نشد. اوکیه حالا من گلون درد میکنه دیگه نمیتونم. حالا خیلی گلون که درد نمیکنه. خب صدام گرفته زیاد نمیتونم بلند حرف بزنم. اوکی حالا صدا بازی کمتر میکنم که صدام بیاد، حالا نمیتونم بلندتر از این حرف بزنم. خب اوکی میشه فاکسی بازی داره و به نازن دفاع رو میخواست بزنه که نذاشتم. یه ناجی فنی من نمیرم این چیز رو فعلا نمیرم. این برجانش میزنم به نظر یه ملاک و یه اسکلت رو اینجا داشته باشیم رو بکس. امیدوارم اینجا اکسرش نکشه. فاکسی اکسرش باید کشید این چیزی بخواه فاکسی سایکلش نکنه. خیلی داره عزتون میکنه این همه جمعه برو بکس. ما میخواه راکتش رو اینجا بکشیم بیرون.
که کونشو پاره کنیم. قرار کونشو پاره کنیم برای وقت. قرار کونشو پاره کنیم. یه دونه لایت هم میایم روش اینجا برای وقت. کونشو پاره میکنیم. یه دونه لایت بزن. اینجا کونش پاره دیگه. یکی بزن آرجی. داداشم آرجی. نازن داداشم آرجی. دست خوش. اوکی. نت داره ازتون میکنه برای بکس. اینجا شد اینجا که شد. خب اینو که داشته باشین دوباره. دمتون گرم. لایک کامنت سابونتون نره. عشق شما. خب این چی میشه؟ صدا بازی کمتر میکنم. اوکی سب میکنم کارتشو بریزه. حالا من یه دونه گوس از پشت تاور میرم. بکس یه دونه لاگو یه دونه اکسل رو زیادی خرج کنم. این ندارم خودم قبول دارم. یه دونه این بره بطساش که دیگه بطساشو. اوکی به نازم فیشرمن چسبید تاورش برای بکس. دست خوش. دمیج هم خورده. 500 دمیج قشنگ خورده برای بکس. خب این چی میشه برای بکس؟ خب برای بکس تاورش میره. نه نمیره که ولی دمیج سنگین تاورش میخوره. خب ببینیم چی میشه برای بکس عزیز. یه دونه اینجا داشته باشیم. اکسل من نمیکشه. خارکسته رو کن میزنه. این بودگار میره مادر قرده. اوکی مادر قرده. خب اوکی این چیشه. این گوست از پشت تاور میریم. اسکرمون میخوام آسون رو پرت کنم برای بکس. میخواد آسون رو پرت کنیم. خارکسته اون آجی دمیجش بالاست. خب بالا یه دونه گوست کشون بگیریم. بنازم تاورش داره میره بره بکس. بنازم فقط به دفاع کنم که دیگه نره تو کونمون. آخه دیگه رفت تو کونمون بعد میره. خب اگه رفت تو کونمون بعد میره. یک دیگه یه لایک میام تاورش ببکس. چون که حالا تاورم رفت من مجبورم تاورش بگیرم برای بکس. حالا جون تاور ما که پره برای بکس عزیز. خب بنازم دفاع. خدایی دفاع خوب انجام دادم. این لایت رو باید من بزنم. لایت نزنم رو فورنیسش آخه بد میشه. خب داشته باشیم این فورنیس فانی لایکو کامنت سالم یه تو نره. دمتون گرم عشقی. خب یه داشته باشیم یه دونه لاگ فانی. یه دونه از اینجا هم داشته باشیم برای بکس. یه دونه آرجی دیگه آرجی دادشم آرجی. لایکو میزنیم آرجی. دست خوش. ببینیم چی میشه. این بندر هم میدونیم بندرش هم قشنگه. خب اینو باز کنیم چی اینو که داشته باشیم برای بکس.
امیدوارم که کلاسیک رو بزنیم برای اولین بار. اولین بار خیلی من کلاسیک زدم. امیدوارم که اولین کلاسیکمون رو بگیریم دارو بکس. خب امیدوارم که اولین نماد کلاسیکمون رو بگیریم. نماد هم نمیده راستی، درسته؟ حالا بعضی میگن نماد نمیده، نمیدونم، حالا من هنوز کلاسیک رو تکمیل نکردم تا حالا. بعضی میگن نماد نمیده، نمیدونم واقعیتش، نمیدونم نماد نمیده، حالا من تکمیلش کنیم اگه خدا بخواد. اینجا زیاده روی کردیم، از زیاده روی هم نکردیم که حالا بکس زیاده روی هم نکن، داره اکسیل پر میکنه. اوکی یه نسه اسکلت میریم، یه اسپریت هم میریم داره بکس. اوکی این چون میشه اینجا که این تاورش اکتیف نکنه به نظرم. یه فورنیس میریم، یه دونه اینجا یه دونه گوست برای اوور بکس. بخواه کسته میخواد سبزت میکنه تا اوکی. به نظرم این که دیگه اصلا نمیزنه. اوکیه فورنیس سب میکنیم کارتاش هم میتونی بریزه. اوکی حالا من نمیخوام لایت وینگم خراب کنم. اوکی لایت وینگم خراب نمیکنم فعلا. چی میشه من یه دونه لایت بیام روش دیگه وای نداره برای بکس. اوه یا ابوالفضل آرجی، یا خدا آرجی رو ما چجوری بدیم آرجی؟ آرجی رو منم چونش رو پاره میکنم. ولی نگاه اینم دکش منم، دکش مثل من آجی چی میگم قاطی کردم. خب آجی اینم دکش مثل من خواه کسته. خب نمیدونم بزنیم اوکی نزد. خب من فعلا من تومستون آن دکش مثل من نیست، حدوداً شبیه دک من که حدوداً بخوام ساگم شبیه دک من بکس. میدونیم دیگه نمیشه میشه بکس. اینجا قشن رفت تو دست زده. حالا بکس اینجا میخوایم یه زد حمله بهش بزنیم، حالش رو جا بیاریم، شونش رو پاره کنیم، اینیم که داشته باشیم یه دونه لاک. امیدوارم که بشه شونش رو پاره کرد، ولی کار سختی کرده. آرجی داداشم، آرجی عشق داداشم، آرجی داداشم، آرجی بزن تو رو خدا، تو رو ناموست بزن به نازم. جیجی دست خوش. اینم از این. نگاه کن این نت خارکوسه ازتون میکنه. خب من تو داشته باشیم. حالا الان هم دیگه ساعت 11 شب برو بکس. آره دیگه خب 5 دقیقه دیگه مونده تا به ساعت 11. خب داشته باشیم. ولی بطل قبلی خیلی قشنگ زدم ماشا جون تابان من خیلی زیاد نبود. خب یه فورنیس امیدوارم که این میتونیم کلاسیک رو تکمیلش کنیم. حالا میگم نماد میده یا نه من کلاسیک رو تکمیلش کنیم که چون الان نتم اوکی شده کانونر یه خورده ازت میکنه. خب ازت میکنه کانونر برو بکس. اینجا که لایتنینگش رو رفته. اینجا معلومه یه دونه گوست و یه دونه فورنیس خیدیم و فشاری هم داره یا خوده فشاری هم میشیم برو بکس. نه فشار هم نمیشیم. یکی دیگه البته میزد فشار نمیشیم برو بکس.
اوکی این قشنگ همینجا میگیریمش نمیدونم اسپید بیرون. اوکی این دست اسکلت میریم فورنس باید اون اولوشنه و داستانم. خب مگانایدر کسکش خواهش کنم نمیدونم پرش نکنم. از اینجا ما گست میریم که کارت دیگه هم به قولن سایکل بشه برای بکس. اینجا فورنسه که میرم دیگه خیلی ازم نکنه برای بکس. نمیتونم دیگه برای بکس بنازم خار شده درازه برجور از بطن میکنم برای بکس. اسپید تا دقیقه بپر تاورش دیگه بزن اسکلر بمازن. خب که ما از لاین مخالف که نارجی میدونیم چی میشه برای بکس. این فورنس حالا اما باید هم میگفتن فورنس کنیم همین گفتن تین رام رایدر خارپوست گفتن دیگه. اوکی نپرید بنازم خیلی قشنگ خدای گرفتمش خدای قشنگ گرفتمش. اوه نزن خارتو گوید نزن میخوام یه دونه واجب کنم این فورنس واجب یکی دیگه یک دیگه باز تموم بود یکی دیگه میزه ناموسم تموم بود. ای خار شده میزه زد برا بکس. خب زد اگه نمیزد اوکی بود. خب این که داشته باشیم اوکی اون چمونر بود یا خورده برای باید فضیتون میکردم خورده از این به تاور نرسه که قبلتش بخواد فعال کنه برای باید اوکی که من میگم یه دونه آرچی برم نصف تاورش بره بنظرم این بون تاور چیزی نشه شده اوکی نصف تاورش که نمیره. خب ولی اوکی داره دیگه اوکی. خب یه نگست میریم پویزن هم زده کسکش رو این دو قصدی که با تاورمون بگیره کسکش ما پویزن زد ولی پویزنش هم الکترات حمله سنگین حمله باشوش مرا بکس حمله سنگین که خارشو بگیریم یکی دیگه دادشم آرجی بنازم دمیج نسبتا اوکی بود دمیج نسبتا اوکی بود. خیلی اسپریت که داشته باشم این چی میشه. خب اینجا داره میره ما هم میتونیم چون ما به این دفعه یه دونه فیشرمن بزنیم یا رای ندارم چون که ازتون میکنم فیشرمن یه رو بکس ازتون میکنم خدای دیگه ازم میشیم دفعه اگه فیشرمن نیان ازم میشیم رو بکس. اوه خارش باید نمیزن برو بکس میخوام یه لایت میان روش رو تاورم گرفته بودم
اوکی. حالا وقت من اینو با فیشر بگیرم که قرار خیلی کارمون سخت بشه. ما تاور نرسونه به نظرم. یه ناری از اینجا میدونم که همونجا کمینرش رو خلاصی بزنیم که اوه چه کسکشه دیگه. از اینجا دوباره میره سایکل میکنه کسکش. نده کسکش بازیشه دیگه. اوه خارشو گاییدم. میخواد اذیت میکنه. اذیت میکنی؟ نه الان اذیت میکنه داداشم. فایده به شما الان اذیت میکنه. بکن من اذیت میکنم تو اذیت من کنی من اذیت میکنم. آره دیگه الکی که نیست. خارشو گاییدم زدم. اوه خارکسی زدم. جدی میفرمایید؟ جدی میفرمایید زده. نه ولی اگه اینو شنگ برم نمیتونه بزنم که ریدم رفت. ریدم رفت. اصلا من نمیتونم کلاسی بلد نیستم که برشو گاییدم. نمیشه کارش کرد. خب این که داشته باشیم خب وایزش کنیم که رفته به 500 سکه تدیم شده که خب چی میشه؟ برای وقت اینجا ویدیو 27 دقیقه شده. حالا دیگه نگاه نت کن. نگاه خدای نت واجی. این برای نت نیست، این برای کانفیگام آجی. تازه به فیلتر شکن نه خیلی برام بهتره. دقت کنی ولی فکر کنم سایکل هم باشه. این برای فیلتر شکن آجی. برای فیلتر شکن. این ویتوره جونه با سرطان ویتوره کیری هستا. ولی ویتوره کیریه. این کانفیگاش خرابه خورده. من خریدم این وضعه مربک میتونم شده مثل اسکلت بینیم. اوکی نت هم از یه چون ماسکش دست بعده اولوشن اوکی برای وکس نمیشه کارش کرد. این که بتونیم با فورنیس و آجی کارش کرد. فورنیس و آجی اولوشن. خب برای وکس نمیشه فعلا که کارش کرد. خب یه دونه حالا فیشر من این خارکوسی دیگه شاستن بکشیم برای حالا فرد میسال هستم. این بگم خارکوسی میزنه نمیشه کارش کرد. ببینیم چی میشه. حالا ما از اینجا یه دونه آجی هم میدیم. تو ماسکو رفت یه دونه لایت میزنم روش. یه دونه لایت وینگ خرجش میکنم. یه دونه لایت وینگ خرج ماسکش میکنم. یه دونه لایت وینگ که اومد خرج ماسکش میکنم. من امون ماسکش میکنم. بزن خارکوسی اینجور باز میکنه قشنگ تمیز. کارشو ببینم تمیز باز میکنه. رفتی کنم نمیش باشته. حالش کن دیگه یه رای نداره. خب دیگه اینو جی وقت امیدوارم که لذت برده باشید. عشق دمتون و اینکه
چنل هم ساب کنید، این ویدیو رو هم لایکشو بکوبید و کامنت هم برام بذارید. عشقی دم تک تکتون، یکی تکون گرم، کارتون خوب بوده باشه، دم همگی گرم. خلاص سلام، تک تکتون هم گرم باشه و اینکه تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید دمتون گرم. لایک کامنت سامازنتون نره. عشقی شب همگی بخیر باشه.